دوشنبه تحت ریاست رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی اجلاس هشتم مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت ششم برگزار گردید. اعضای مجلس ملی در آغاز قرارهای دخلدار را عاید به انتخاب کاتبات تصدیق روزنامه اجلاسی عبارت از 56 مسئله قبول و با ترتیب مقرر گردیده به بررسی آنها شروع نمودند. طبق روزنامه اجلاسی هشتم رئیسان کمیته های مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رحمان دلشاد، حکیمزاده قربان، گلزاده محمدشاه، جمعه‌زاده شریفجان و رحیمی فرهاد معروضه کردند نسبت به قانون‌های بررسی شونده خلاصه‌های کمیته‌های دخلدار را ابراز کردند. رفت اجلاسی اعضای مجلس ملی قانون‌های کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان عاید به وارد نمودن تغییر و الоваҳо به قانون کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان درباره سود کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان عاید به وارد نمودن تغییر و الоваҳо به قانون کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان درباره سودهای جمهوری تاجیکستان و قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره وارد نمودن علاوه به کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان درباره وارد نمودن علاوه به کدکس مرافعاوی جنایتی جمهوری تاجیکستان درباره وارد نمودن تغییر به کدکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان درباره وارد نمودن تغییرات به کدکس مرافعاوی حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان درباره وارد نمودن علاوه به کدکس مرافعاوی گراجدانی جمهوری تاجیکستان درباره وارد نمودن علاوه به کدکس مرافعاوی اقتصادی جمهوری تاجیکستان درباره وارد نمودن تغییر علاوه به کدکس زمین جمهوری تاجیکستان عاید به وارد نمودن علاوه به قانون جمهوری تاجیکستان درباره رسوایی عید عاید به وارد نمودن تغییر به قانون جمهوری تاجیکستان درباره سندهای معیاری و حقوقی عاید به وارد نمودن تغییرات و علاوه به قانون جمهوری تاجیکستان درباره نظام اجازت دهی عاید به وارد نمودن تغییر الоваҳо به قانون جمهوری تاجیکستان درباره معارف عاید به وارد نمودن تغییرات به قانون جمهوری تاجیکستان درباره امنیت نقلیاتی عاید به وارد نمودن علاوه به قانون جمهوری تاجیکستان درباره مقامات خودفعالیت جمعیتی و یک قطار قانون‌های دیگر را که دارای خصوصیت تکمیل مکمل گردانی و مطابق سازی با سندهای معیاری حقوقی جمهوری تاجیکستان میباشند محاکمه و جانبداری کردند. در اجلاس هشتم مجلس ملی کدکس انداز جمهوری تاجیکستان و 5 قانون مکمل قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره مقاومت با تروریسم درباره استفاده انرژی اتمی درباره پرنده‌پروری درباره جوانان و سیاست دولتی جوانان و درباره تربیت جسمانی و ورزش از جانب اعضای مجلس ملی جانبداری گردیدند. در جریان اجلاس پس از بررسی پیشنهاد پروکورور گنرالی جمهوری تاجیکستان اعضای مجلس ملی جهت بکار کردن دخالناپذیری سودیه سود عالی اقتصادی جمهوری تاجیکستان شیرینزاده ایرج صفات برای به جوابگری جنایت کشیدن و به حبس گرفتن او رضایت دادند. اینچنین طبق پیشنهادهای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان قوتزاده فاتح جمعه سودیه سود کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان خوشمحمدزاده الفمو سودیه سود عالی جمهوری تاجیکستان و قاسمزاده سلیمان اوی محمد سودیه سود عالی اقتصادی جمهوری تاجیکستان انتخاب گردیدند. سلیمزاده یوسف سفر با سبب رسیدن به سن نهایی در وظیفه سودیه بودن از وظیفه سودیه سود عالی جمهوری تاجیکستان تیمورزاده شمس‌الدین سفر بنابر وفاتش و شیرینزاده ایرج صفات بنابر صادر نمودن کرداری که شأن و اعتبار سودیه را پس میزند از وظیفه سودیه‌های سود عالی اقتصادی جمهوری تاجیکستان بازخوان کرده شدند. اعضای مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان لایحه‌های قرارهای مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان را درباره تصدیق سمت خراجات مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان برای سال 2022 و بستی وظیفه‌های دستگاه مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان درباره پیش از مهلت قطع نمودن وکالت عضو مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان فیض یادگار و درباره از منصب معاون رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان بازخوان نمودن فیض یادگار بررسی و از روی آنها قرارهای دخلدار قبول نمودند. در فرجام رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی ضمن برآمد خود فعالیت مجلس ملی و مقامات آن را در سال سپری شده سال 2021 نتیجه گیری کرده وظیفه‌های اعضای مجلس ملی را در سال 2022 معین نمودند. با همین هشتم مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت ششم به کار خود انجام بخشید.